بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، پیشنهاد شماست برنامه با هم میابیم. طوری که میدانیم این برنامه میباشد که در این خوانندگان سبقت دانش میکنند. اکنون در برنامه امروزه 2 نفر خوانندگان دانش عمیق داشته از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه اشتراک دارند که برای شما بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان آنها را معرفی می‌نماییم. فرشته یارو و خواننده صنف ششمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه میباشد. فرشته فن‌های جغرافیا، انگلیسی و بوتانیکا را بیشتر دوست می‌دارد. در آینده می‌خواهد که دکتر شود و عین زمان شغلی دوست داشته او شعرخوانی است. کبریا شریف و خواننده همین مؤسسه تعلیمی میباشد، یعنی با فرشته همصنفند. کبریا فن‌های بوتانیکا، جغرافیا و انگلیسی را دوست می‌دارد. کبریا نیز می‌خواهد که در آینده دکتر شود. شغلی دوست داشته کبریا کتابخوانی میباشد و دائما اثرهای بدیعی را مطالعه میکند. خوش آمدید به برنامه با هم میابیم. خب شما درباره برنامه معلومات دارید؟ باره طریق تلویزیون تماشا کرده بودید؟ بله. چگونه برنامه است به اندیشه شما؟ آن از 3 شرط عبارت است. خب برنامه از 3 شرط عبارت است. یعنی شما چندین مرتبه طریق تلویزیون تماشا کردیم. به هر حال من به بیننده عزیز تلویزیون بهارستان شرط های برنامه با هم میابیم را باری دیگر شناس مینمایم. شرط اول برنامه سوال های تستی با وریانت ها میباشد. شرط دوم درست یا نادرست بودن دلیل است. یعنی در این شرط دلیل ها پیشنهاد میشوند، شما میگوید که درست است یا نادرست. و نهایت شرط سوم اجرای سفارش است. سفارش ها به شما پیشنهاد میگردد و شما کوشش کنید که از اجرای آنها برایید. خوب شرط ها به شما فهمه شد؟ بله. پس آغاز میکنیم شرط اول برنامه با هم میابیم. در شرط اول برنامه قرار داریم و سوال اول را به اشتراکداران برنامه پیشنهاد میکنیم. سوال یکم چنین است: چرا قوه بصیره عقاب یعنی بینشش بلند است؟ وریانت ها را توجه کنید. ا. زیرا چشمش کلان است. ب. زیرا در چشمش حجیره های مخصوص برای دیدنی خوب هستند. و وریانت سوم زیرا مینش کلان است. سوال به شما فهمه شد؟ مشورت کنید. رابرت پروفسور، ما به اندیشه آمدیم که وریانت ب درست است. یعنی شما وریانت ب زیرا در چشمش حجیره های مخصوص برای دیدنی خوب هستند را انتخاب میکنید. بله. شاید وریانت یکم باشد. نه. زیرا چشمش کلان است. نه. ما اصلا باوری داریم. پاسخ نهایی شما وریانت ب. خب ما پاسخ رو قبول میکنیم. نخست میخواستم فهمیده باشم که پاسخ خود را از 1 تا 10 به چند برگزاری میکنیم؟ به 10. به 10. شاید این خیلی کلانترین باشد در بخش اول. یعنی شما موافق هستید؟ بله. پس ما نیز قبول میکنیم و توجه میکنیم به پاسخ سوال. عقاب یکی از پرنده های با بینش اعلی مشهور است. قوت چشم عقاب نسبت به انسان چند مرتبه بهتر است و آن میتواند مسافه دور را بیند. سبب های اساسی حجیره های مخصوص در رتینه می باشند که نور را خیلی خوب قبول میکنند. فوکوس کردن لنز چشم نور را به نقطه دقیق رتینه روانه میکند. دیدنی حرکت امکان میدهد عقاب شکار خود را به خطا پیدا کند و زنده بماند. خوب شما را تبریک میگویم. پاسخ پیشنهاد کرده شما وریانت ب
درست است در سوال یکم شرط یکم و شما توانستید که در آغاز برنامه صاحب 10 خال گردید. مبارک باشد. سوال دویم را توجه میکنیم. معاینه سر انسان چقدر اخبارات را در خاطر نگاه داشته میتواند؟ معاینه سر انسان چقدر اخبارات را در خاطر نگاه داشته میتواند؟ واریانت 1، واریانت دوم 36 و نهایت واریانت سوم 4 ترابایت را. فکر میکنیم. روبرت پروفسور ما به اندیشه آمدیم که ما واریانت وی رو انتخاب کنیم. به اندیشه من 36 است. نه ما به خود باوری داریم. به خود باوری دارید؟ اساساً چگونه باوری دارید به خود؟ ما این رو در فنی انفرماتیکا خوانده بودیم. فنی تعلیمی که در مؤسسه خونده در انفرماتیکا همین سوال بود. خب این شکل باشد قبول میکنیم و خالگذاری رو توجه میکنیم. چند خال میده؟ و 10. 10 رو قبول میکنیم، 10 خال رو و توجه میکنیم به پاسخ سوال. иқтидори майнаи сари инсон зиёда аз 4 терабайт аст, аммо инсон то охири умр ба ҳисоби миёна 150 триллион бит иттилоотро дар хотираи хеш нигоҳ медорад. طور معلوم گردید پاسخی دویم شما نیز در شرط اول برنامه درست است. مبارک باشد. آفرین. شما در 2 سوال پیشنهاد گردیده در شرط یکم فعالمندی نشان دادید. اکنون 2 سوال دیگر شما را در پیش است. کوشش کنید که پاسخهای شما عمیق باشند، چون که اگر پاسخ داده شما درست نباشد ما می توانیم که خالهای شما را گیریم. یعنی میگذاریم به سوال سوم. سوال سوم را پیشنهاد میکنیم. از همه حشرات تیز پرواز کننده ترین کدام است؟ واریانت ا سوزنک، واریانت 2 شاه پرک و واریانت 3 مگس. ما به اندیشه آمدیم که واریانت ا درست است، یعنی سوزنک. واریانت ا سوزنک. شما در یک لحظه مشورت میکنید. این سوالات تا کدام اندازه برای شما آشنا هستند؟ ما این سوال ها را خواندیم. یعنی این سوال ها را خوانده در مؤسسه تعلیمی؟ رقم 60. در مؤسسه تعلیمی. بله. و شما اصلا میگوییم و قبول میکنیم تا کدام اندازه درست است توجه میکنیم. وقت معین میکند. میخواستم نخست باز هم خالگذاری بکنیم از 1 تا 10. به 10 خال. به 10 خال. رود و پاسخ نادرست باشد 20 خالی که شما به دست آورده بودید 10 خالی آن را ما باز پس میگیریم و خالی نهایی انتخاب کرده شما 10 است. 10 است و توجه میکنیم به پاسخ سوال. سوزنک ها اشتراکچیان مخصوصی فعال به حساب رفته غذا را هنگام پرواز دریافت نموده همزمان استعمال میکنند. نوعهای گوناگون سوزنک ها را در همه قطعه ها به استثنای انتارکتیدا واخوردن امکان دارد. بسیاری از سوزنک ها قادرند در 1 ثانیه 10-15 مرتبه بال زنند و سرعت حرکت آنها 36-55 کیلومتر ساعت است. بله شما درست قید کردید. پاسخ این واریانت سوزنک می باشد. مبارک باشد. آفرین. بینندگان عزیز یادآور می شویم که فرشته و کبریا در یک مؤسسه تعلیمی و در یک صنف می خوانند. این خوانندگان از همصنفان خود با دانش، ملکه، جهانبینی، دید و شعورناکی فرق کننده هستند. آفرین. و میگذاریم به
سوال چهارمی شرط اول برنامه با هم میابیم. سوال چهارم چنین است: آدمان برای استحصال کاغذ در اول کدام نوع درخت و یا نوده را استفاده میکردند؟ واریانت اول چهارمغز، واریانت ب بید و واریانت سوم نخی بامبوک. مشورت میکنیم وقتی در اختیار داشته را استفاده میکنیم و پاسخ را پیشنهاد میکنیم. ما پروفسور ما به اندیشه آمدیم که واریانت سوم را که نخی بامبوک است انتخاب میکنیم. شما چی فرشته؟ من هم به اندیشه کبریا راضیم. یعنی شما مشورت کردید و پاسخ شما واریانت و نخی بامبوک است. قبول میکنیم و باز هم خالگذاری میکنیم از 1 تا 10. ما به 10 خال بهاگذاری میکنیم. شما به 10 خال خالگذاری میکنید، بهاگذاری میکنید. خوب توجه میکنیم با پاسخ سوال چهارم که تا کدام اندازه پیشنهاد شما درست است. آدمان در اول کاغذ را از نخی بامبوک آماده می نمودند. این راهی آسانی آماده نمایی کاغذ در آن وقت به حساب می رفت. بعداً لطه‌پاره و چوب را مورد استفاده قرار دادند. آفرین بچه ها، پیشنهاد شما درست است و شما صاحب 10 خال گردیدید. یعنی در 4 سوال در بخش اول 4 پاسخ درست گردانیده جمع و جمع 40 خال را به خود اختصاص دادید. آفرین، مبارک. وقتی اون رسید که شرط دومی برنامه با هم یابیم را آغاز کنیم. میگذاریم به شرط دومی برنامه با هم میابیم. بینندگان عزیز، چنانه که شما آگاهی دارید و در برنامه گفتیم شرط دوم درست یا نادرست عنوان گرفته است. دلیل هایی که پیشنهاد می شوند اشتراکچیان باید درست و یا نادرست بودن آن را انتخاب کنند و معنی داد سازند و میگذاریم به سوال اول. فیل در یک شبانه روز همگی 2 ساعت خواب می رود. این درست است یا نادرست؟ مشورت میکنیم دلیلی که پیشنهاد کردیم تا کدام اندازه درست است یا نادرست شما میخواستیم که در برنامه بگید. مشورت به انجام رسید و پاسخ را میشنویم. این نادرست است. این نادرست است. فیل در یک شبانه روز همگی 2 ساعت خواب نمی رود؟ نه. خواب نمی رود. خوب این خیلی باشد توجه میکنیم به پاسخ سوال. شما آماده هستید؟ بله. اول میخواستم بهاگذاری کنیم. چند خال؟ به 10 خال. و 10 خال؟ شاید این خالها بلندتر باشند. ما از خودمون باوری داریم. شما از خودتون باوری دارید. فیل در یک شبانه روز همگی 2 ساعت خواب می رود. این نادرست است. همین گونه پس توجه میکنیم به پاسخ. محققان معین نمودند که فیل‌ها در یک شبانه روز همگی 2 ساعت خواب می روند. با وجود این از کمخوابی اذیت نمی کشند. علاوه بر این فیل‌ها در 3-4 روز تنها 1 مرتبه خواب می بینند و خلاص. خب در این شرط در دلیل اول شما کامیاب نگردید و پیشنهاد کردید که نادرست است، اما طور مشاهده کردیم واقعا هم درست است. فیل در یک شبانه روز همگی 2 ساعت خواب می رود و شما از خالهایی که در دوره اول داشتید 10 خال خود را چیکار کردید؟ از دست دادید. خب راه افتاده نمی شویم. بخش های دیگر در پیش هستند و کوشش کنید شما که
با سوال ها پاسخی درست کردنید. و میگذاریم به سوال دوم. آدم تا 7 ماهگی قابلیت در یک وقت نفس کشی و غذا استعمال نمودن را دارد. یعنی کودک تا 7 ماهگی قابلیت در یک وقت نفس کشی و غذا استعمال نمودن را دارد. این دلیل درست است یا نادرست؟ خوب فکر میکنیم. شما خوانندگانی هستید که دانش شما از دیگر همسالان خود فرق کننده است. پس همین خاطر ما شما را به برنامه دعوت نمودیم و پاسخ شما درست است. خال گذاری میکنیم؟ به 10. به 10 خال. باز نمی ترسید که 10 خال دیگر را از دست میدهید؟ نه. پس ما نیز به باوری شما باور داریم و توجه میکنیم به پاسخ دلیل. بله، از بس که در یک وقت استعمال غذا و نفسگیری برای کودکان دشوار است، بنابراین طبیعت آنها را از چنین مسئولیت آزاد نموده است. این عمل را قریب همه شیرخوران می توانند، ولی آدمانی از سن 7-9 ماه بالا نه. آفرین، شما را تبریک میکنیم. در شرط دوم نخستین مراتبه 10 خال را حفظ سازید و همینطور جمع تا این زمان شما صاحب 40 خال هستید. آفرین. توجه میکنیم به سوال سوم. میکروب ها قابلیت دیدن همدیگر را دارند. این دلیل درست است یا نادرست؟ مشورت میکنیم. میکروب ها قابلیت دیدن همدیگر را دارند. تا کدام اندازه این دلیل درست است؟ رابرت پروفسور، ما به اندیشه آمدیم که این دلیل نادرست است. برای چی؟ برای که آن خودش یک حجیره می باشد. آفرین، آن خودش یک حجیره می باشد. پس قابلیت دیدن همدیگر را ندارند؟ ندارند. پاسخ شما؟ این نادرست است. نادرست. خب، چون شرط های پیشتر میخواستیم که خال گذاری کنیم، به 10 خال. و 10 خال. عمیقاً میدانید که این دلیل نادرست است؟ بله. خب، قبول میکنیم و توجه میکنیم به پاسخ دلیل. میکروب ها یکدیگر را نمیبینند، زیرا عضوی با سیره ندارند. چشم عضوی می باشد که شماره زیادی حجیره های زنده به آن لازم است. میکروب باشد خودش یک حجیره است و خلاص. خوب، شما را باز تبریک میکنیم. مبارک باشد. آفرین، شما توانستید که باز 10 خال دیگر را حفظ کنید و پیشنهاد شما واقعا هم دلیلی که پیشنهاد شد شما اثبات کردید که وابسته به این سوال معلومات دارید و میگذاریم به سوال 4 شرط دوم برنامه. با هم میابیم. به حساب میانه در یک روز 27 میلیون نفر در امریکا در آشخانه های زودپس غذا استعمال میکنند. این دلیل درست است یا نادرست؟ رابرت پروفسور، ما به اندیشه آمدیم که این دلیل درست است. از کجا میدانید؟ برای آنکه در آنجا اهالی بسیارند. در امریکا اهالی بسیار است. آشخانه های زودپس گفته چی را در نظر داریم ما؟ مگر در تاجیکستان نیز چنین آشخانه ها هستند؟ هست. چی میپزند؟ چی آماده میکنند؟ خودک تیار میکنند، شاورما، خوراک های زودپس. یعنی در تاجیکستان نیز بسیار است بسیارند. چنین آشخانه ها. و پاسخ شما
درست یا نادرست؟ درست است. درست است. ما نیز قبول میکنیم و با پاسخ پیشنهاد کرده خود بها گذاری کنیم. ما به 10 خال بهاگذاری میکنیم. 10 خال از اول برنامه تا این جانب شما به هر یک پاسخ خود از 1 تا 10 خال میدید. رود و پاسخ پیشنهاد کرده شما درست نباشد، شما از 10 خال محروم میگردید. نه ما باوری داریم. شما شکرانه باوری دارید؟ بله. کبریا رود و خطا باشد شما راه افتاده نمیشود این گونه؟ پس توجه میکنیم به پاسخ دلیل. از بس که این نوع خوراک در مقایسه با آشپزی در خانه از جهت مالیوی نسبتاً ارزان است و زود دسترس می شود، در امریکا و دیگر جایها نفران سرکار در سراسیمگی و برای صرفا نمودن مبلغ آن را استعمال می نمایند. اما باید قید نمود که استعمال غذاهای زودپز به سلامتی ضرر دارد. انسان را مبتلای هر گونه بیماری ها از جمله به بیماری معده و فربهشوی آورده می رساند. خوب شما را تبریک میکنیم. شما توانستید که به دلیل نوبتی در بخش دوم پیشنهاد درست کنید، یعنی شما باز توانستید 10 خال دیگر را به خود حفظ کنید. مبارک باشد. بینندگان عزیز، شما برنامه با هم می‌یابیم را طریق تلویزیون بهارستان تماشا کرده استادید و شرط دوم برنامه با اشتراک فرشته و کبریا به انجام رسید. یادداشت میشم که این خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه نمره رقمی 65 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه می باشند. اشتراکداران برنامه ما توانستند که تا این زمان بعد از انجام شرط دوم برنامه 60 خال را به خود اختصاص دهند. آفرین. یادداشت میشم بینندگان عزیز که شرط سوم دارای 2 سپارش است. باید که اشتراکداران برنامه کوشش کنند که از اجرای سپارش ها برایند. هر یک سپارش وابسته به خود بها گذاری کرده می شود، خال داده می شود. مثلا سپارش اول چنین است: از کلمه های پراکنده باید شما اشتراکداران یک جمله مکمل را تشکیل کنید یا اینکه سازید. اگر شما جمله را به پرگی انجام دادید صاحب 10 خال میشوید. اگر در سطح میانه باشد 5 خال، ناپوره باشد 3 خال. و این زمان ما کلمه های پراکنده را به شما پیشنهاد میکنیم. شما آماده هستید بچه ها؟ بله. بچه های عزیز، شما باید در این بخش بر اینابت گیرید که وقت نیز بر نظر گرفته می شود. یعنی شما در 1 دقیقه از کلمه های پراکنده یک جمله را باید تشکیل کنید. و شما فهمون؟ بله. کوشش میکنید؟ بله. خب مرحمت، وقت رفت. ما کودکانی سراسیمه نمیشویم. ما کودکانی و کلمه های پراکنده را به نظر میگیریم. ما کودکانی خوشبختی دورانی استقلال خب و وطنی عزیزی خود را دوست می‌داریم. آفرین. در 40 ثانیه شما توانستید که از کلمه های پراکنده یک جمله را تشکیل نمایید و جمله در مجموع چنین است: ما کودکان خوشبخت دوران استقلال و وطن عزیز خود را دوست می‌داریم. مبارک شود. در 40 ثانیه شما توانستید که صاحب 10 خال شوید. آفرین. وابسته به وطن عزیزمون تاجیکستان و پایتخت آن شهر دوشنبه
شما یگان شعر میدونید؟ بله. تنین مرحبا. تو شهری علم و عرفانی دوشنبه، تو رمزی عالی سامانی دوشنبه، همه فرزندهایت نیک خواهند، زیهی ای پایتخت تاجیکستان. آفرین. شما کبریا؟ تاجیکستان تاجیکستان، می کنم شکری کم و بسیاری تو، می کنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمی خواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. آفرین بچه ها، شما واقعا هم کودکانی خوشبختی دوران استقلال هستید و تمام شرایط برای شما مهیا است. و در همین جا می‌گذاریم به سپارش دوم. در سپارش یکم شما از اجرای سپارش یکم به خوبی برآمدید و 10 خال دیگر را به خود مناسب دونستید. آفرین، مبارک باشید. سپارش دوم بچه های عزیز چنین است. به شما رسم یا تصویر پیشنهاد می شود. در اصل یک رسم است، تنها فرقیت در آن دیده می شود. باید شما طول وقت با اینابت وقت فرقیت ها را به بیننده عزیز تلویزیون بهارستان و به ما بگوید. شما آماده هستید؟ بله. باید یادآور شویم که برای هر یک فرقیت به شما 2 خال داده می شود. شما بچه آماده هستید؟ بله. خب با اینابت وقت توجه میکنیم. مرحبا. در رسم یکم در آنجا میمون است، در رسم دوم نیست. در رسم یکم در آنجا ابرهای زیاده و در رسم دوم نه. در رسم یکم چشمان گاو کشودن، در رسم دوم پوشیده. در رسم یکم زبان ما رو دراز است و در رسم دوم نه. در رسم یکم در رسم یکم بیگیمات دهانش کشوده است، در رسم دوم تنها دندانهایش میتوبند. باز خب 1 دقیقه به انجام رسید. از 10 فرقیت شما توانستید که 5 فرقیت رو یابید و صاحب 10 خال شوید. اگر که شما 5 فرقیت دیگر رو کوشش میکردید که نیافتید، در 1 دقیقه البته، و صاحب 10 خال دیگر میشدید. به هر حال شما کوشش کردید که 5 فرقیت رو پیشنهاد کنید و از اجرای سپارش دوم شرط سیوم برنامه برایت و صاحب 10 خال گردید. تبریک میکنیم. مبارک. خب کبریا و فرشته بخش ها را در برنامه نوبتی با اشتراک شما به انجام رسانیدیم. شما توانستید که در بخش های علاهیده پاسخ های عمیقا درست گردانید، اندیشه های خود را بگوید و در مجموع جمع صاحب 80 خال گردید و این موفقیت را برای شما ما مبارک باد میگیم. میخواستیم که اندیشه های شما را وابسته به برنامه، وابسته به پیشنهادی سوال ها، دلیل ها، سپارش ها فهمیده باشیم. چرا انتظار بودید؟ از آنی که مثلا شما آمدید و در برنامه اشتراک کردید، چی بود و چی را دریافتید؟ رابرت پروفسور با ما یک سوالش مشکل بود. فیل در یک شبانه روز 2 ساعت خواب می رود. این دلیل درست است یا نادرست؟ و در همین دلیل شما دشواری کشیدید؟ بله. خب در مجموع تصورات شما چگونه است وابسته به برنامه؟ رابرت پروفسور، من میخواهم که به کودکان توصیه نمایم که آمده در این برنامه دانش خود را بسنجند. آفرین. ما نیز به آمدن شما، به دانش شما، به پاسخهای شما افتخار میکنیم و افتخار میکنیم که چنین خوانندگان دانشی عمیق داشته در مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری تاجیکستان زیادند و به شمار.
با اختصاص 80 خال با شما در برنامه خیر خوش میکنیم و ما میرویم به جستجوی سوالهای جالب و منطقی برای پیشنهاد در برنامه بعدی. و بینندگان عزیز، در همین جا برنامه ذهنی با هم میابیم رو به انجام میرسونیم. سلامت باشید.